درود خدمت همه رفقای گل. امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که بهتون آموزش دانلود کاراکترهای عکس کاراکترهای رویالی بهتون آموزش بدم و خیلی آسونه، خیلی راحته. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب و یک کامنت هم بندازید پای ویدیو. دمتون گرم، خیلی عشقید. بریم که شروع کنیم. خب رفقای گل، ما اول از همه وارد کروم میشیم و حتما از کروم دانلود میکنیم. دلیلش چیه که ما از گوگل دانلود نمیکنیم؟ به خاطر اینکه اگه ما بریم داخل گوگل و اون کاراکتر رو بخوام دانلود کنیم به اون اجازه نمیده که دانلود کنیم. حتما باید لینکش رو داخل سیو مسیجمون بفرستیم، از اونجا روی لینک بزنیم و تا بخوایم بریم دانلود کنیم کلی مصیبت داره و به خاطر همین ما میایم و از کروم دانلود کنیم. حالا چجوری؟ خیلی آسونه. وارد کروم میشیم، مثلا آرچر ایو رو یا هر کاراکتری که میخواید رو جلوش یه سیار بزنید و براتون میاره و بعد از اینکه کاراکتر مورد نظرتون رو اسمش رو زدید، قسمت فوتوز یا تصاویر که بزنید، خب شما میتونید هر عکسی که دلتون میخواد رو دانلود کنید و من مثلا اینو میخوام دانلود کنم. خب و خب حالا این کیفیتش کمه، من میخوام اینو دانلود کنم، این کیفیتش بالاته. حتما عکس های با کیفیت بالا رو دانلود کنید و کیفیت پایین ها اصلا دانلود نکنید، چون هم کیفیت کارتون میاد پایین هم خیلی بد در میاد. بعد روی عکس نگه میدارید، دانلود ایمیج هستش اینجا، اینو ببینید دانلود ایمیج هستش، میزنید و دانلود میشه به همین آسونی. و بخواید که مثلا من اینو میخوام دانلود کنم و بکگراندش رو شطرنجی کنم، یعنی هیچ بکگراند نداشته باشه. میریم داخل برنامه پیکسل پریمیوم که داخل چنل تلگرام هستش و بزنید پیک انگلیسی PIS بزنید براتون میاد اون برنامه و میتونی خیلی آسون دانلود کنید. خب بریم سراغ آموزش. خب روی کاراکتر مورد میزنیم، نیمو بکگراند رو میزنیم که بکگراند قشنگ حذف بشه. اینا رو که میبینید اینا رو میشه با براش داخل برنامه IBIS Paint هم پاک کرد و خیلی چیز عجیب غریبی نیستش، خیلی سختی باشه. خب اینم از این بود از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون میاد. اگه دوست داشتید لایک کنید و هر سوال داشتید داخل کامنت ها بپرسید، جوابتون رو میدم. دمتون گرم، خیلی مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون.